حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که به سوالای شرعی شما بینندگان عزیز میرسیم. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم، کارشناس محترم برنامه، که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. خواهش میکنم طبق روال معمول بینندگان عزیز برنامه را از سوالایی که از طریق SMS فرستادین آغاز میکنیم و بعد از آن انشاءالله به تماس تلفنی پردازیم و خواهش هم میکنم مثل همیشه که سوالاتون مختصر و جمع‌بندی شده و آماده داشته باشین. وقتی که تماس گرفتین از طریق گوشه تلفن با ما صحبتتون رو ادامه بدین. جناب مولانا بیننده‌ای پرسیدن، گفتن که در روسیه زندگی میکنن و در روسیه برای اطفال ماهانه $50 پول میدهند که در حسابشان گذاشته میشود مدت تا 18 سالگی که نمیتونن آن را برداشت کنن. گفتن آیا این مبلغ باید زکاتش را بدهیم یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد اموال بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدند، آیا این زکات دارد یا خیر؟ یا اساساً زکات بر فرد لازم هست یا اینکه بر اموال لازم هست؟ قول راجع در این زمینه این است که زکات حق مال هست، یعنی بر مال لازم می شود نه بر فرد. یعنی ولو این که مالک یک فردی باشه که نابالغ باشه، هنوز به سن بلوغ و تکلیف نرسیده باشه، باز هم بر مالش زکات هست. پس بنابراین اگر کودکی یا بچه‌ای قبل از سن بلوغ ملکیت داشته باشه، یک مالی در اختیارش باشه و این مال به مقدار نصاب رسیده باشد، به مقدار نصاب رسیده باشد و 1 سال کامل بر آن گذشته باشد، در این صورت زکات دارد، در غیر این صورت زکات ندارد. اگر این مبلغ ماهانه جمع می شود، اینو نگاه بکنند اولین باری که به مبلغ به حد نصاب می رسد، یعنی هر وقتی که پس اندازشون معادل با 85 گرم طلای 24 عیار شد، از اون به بعد هر سال باید زکاتش رو باید پرداخت بکنن به مقدار 2.5% کل مبلغ زکاتش هست و پدر موظف هست که این زکات رو از مال کودک پرداخت بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن، گفتن که روزه بودند و در وقت اذان مغرب متوجه شدن که حیض شده است. آیا روزشان باطل است یا نه؟ اگر این در وقت اذان مغرب، یعنی بعد از غروب بوده، یعنی مطمئن شده الان وقت اذان مغرب هست، یا همراه با اذان، همزمان با اذان عادتشون شروع شده، به این معنی هست که روزهشون تمام شده. یعنی اگر تا وقت غروب، وقت اذان همچنان شما روزه را ادامه دادید و عادت ندیدید، بعد از اذان یا همزمان با اذان شما عادت رو متوجه شدید، در این صورت روزهتون درسته و اشکال شرعی نداره و اعادهش هم برگردن شما لازم نیست. اما اگر قبل از اذان بوده، به این معنی که قبل از غروب آفتاب عادت دیدید، در این صورت این روزه باطل شده و اگر روزه قضایی بوده که قضای رمضان بوده، باید یک روز دیگر به جایش روزه بگیرن و این روز به عنوان قضای یک روز از رمضان شمرده نخواهد شد. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن که من یک سنی هستم اما خانواده های فامیلم شیعه هستند. میخواستم بدانم آیا صله رحم و دید و بازدید با این خانواده ها جایز است یا نه، و بخصوص اگر بدانم که اینها هرگز هدایت هم نمیشوند. بله، صله رحم و برقرار کردن ارتباط خانوادگی یک امر شرعی هست و یکی از واجبات و مسئولیت‌های شرعی هست که الله متعال بر عهده ما قرار داده و تفاوتی نداره که خویشاوندان ما، یعنی هم مذهب ما باشند، یعنی که مذهبشون متفاوت باشه، شیعه باشند یا هر مذهب دیگری که داشته باشند، از نظر شرعی انسان مکلف هست که با خویشاوندانش با حسنا رفتار بکند، به بهترین وجه رفتار بکند، این صله رحم رو داشته باشد، رفت و آمد بکند، از احوال اونها خبر بگیرد، ولو اینکه شیعه باشند و حتی ولو اینکه کافر باشند. یعنی گرچه محبت قلبی رو نباید انسان با کافر داشته باشه، اما از نظر برخورد و رفت و آمد یا احوال پرسی این از نظر شرعی اشکالی ندارد و حتی ولو اینکه به تعبیر قرآن که انسان ولو اینکه پدر و مادرش هم کافر باشند، اما در دنیا حکمش این است که احترام اونها را نگه داشته باشد و صله رحم را مراعات بکند. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را نیز زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن باز تکرار میکنم لطف کنید سوالاتون رو مختصر آماده داشته باشین و از طریق تلفن با ما صحبت بکنید، چون که صدامون از طریق گیرنده دیرتر میاد. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن، گفتن دختری هستن 22 ساله، چند وقت پیش نامزدش کردن بدون اینکه نکاحشون صورت بگیرد. گفتن اگر تلفنی به همراه نامزدشان حرف بزنن آیا این کارشون جایز است یا نه؟ اصل بر این است که ارتباط در میان دو فرد نامحرم ولو اینکه قول ازدواج داده باشند، به این تعبیری که این بیننده عزیزمون میگویند که نامزد کرده باشند و نکاح نخوانده باشند، یعنی این که همچنان با همدیگر نامحرم هستند، این صرفا یک نوع وعده برای ازدواج هست، قولی دادن برای ازدواج و هنوز ازدواجی صورت نگرفته، عقد شرعی خونده نشده و همچنان با همدیگر نامحرم هستند و حرف زدن و خلوت از نظر شرعی حرام هست. منتها اگر در حدی باشه که مورد نیاز باشه، یعنی برای مقدمات ازدواج خودشون نیاز داشته باشند با همدیگر حرفی بزنند در دایره محدود و خصوصا با اشراف و زیر نظر خانواده، از نظر شرعی اشکال چندانی نداره. اما این که همیشه با هم باشند و صحبت بکنند، حتی صحبت هایی که نادرست هست و صرفا در میان زن و شوهر رد و بدل می شود به این بهانه که در آینده اینها با هم دیگر ازدواج می کنند، چون این ارتباطی از نظر شرعی ناجایز و حرام هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن هر خانم اجازه ندهد و راضی نباشد آیا مرد می تواند دوباره ازدواج بکند؟ برای ازدواج مجدد در صورتی که مرد نیاز داشته باشد و شرایط آن را داشته باشد، اجازه یا رضایت یا حتی اطلاع خانم اول شرط نیست، یعنی شرط برای صحت نکاح نیست. اگر یک مردی نیازی داشت و توانایی ازدواج مجدد داشت، شرایطش را داشت، رفت ازدواج کرد بدون اجازه همسر اولش یا بدون رضایت همسر اولش، از نظر شرعی نکاح بسته می شود، نکاح منعقد هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما برای این که این آرامش زندگیشون حفظ بشود، بتواند که هر دو تا خانمش رو به نحو احسن زندگی اونها را اداره بکند و با هم دیگر آرامش داشته باشند، اولاتر و بهترین است که به هر گونه‌ای که شده رضایتش رو بگیرند، اطلاع بدهد، این مناسبتر و بهتر هست. اما بالفرض اگر در تحت هیچ شرایطی هم اجازه ندادند و راضی نبودند، اگر مرد بدون اجازه همسرش رفت ازدواج مجددی کرد، از نظر شرعی ازدواج دومش صحیح و درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیزم وصله و اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد پنج تا سوال داشتم. ماشاءالله 5 تا. بفرمایید سوال اولتون. فقط لطف کنید مختصر باشه. سوال اول، ما در منزل نماز بامداد رو میخوانیم و بعد به مسجد میریم. وقتی که داخل مسجد شدیم خواندن نماز تیاری مسجد به ما لازم است. نماز بامداد میگویند که نماز بامداد در خانه میخوانیم. درست. بعدا به مسجد داخل شدیم به ما
تایه مسجد خواندن لازم است. بعضی میگن که مکروه است. درست. سال بعدی حکم نماز تایه مسجد چی است؟ سال بعدی سال بعدی تسبیح بعد از گرفتن تسبیح زدن در بدعت شرعی داخل نشود. چه چیزی؟ تسبیح گرفتن درست. تسبیح دست گرفتن. بدعت شرعی داخل نشود. سال بعدی سال بعدی انسانی که قربانی میکند پیش از قربانی کردن موی خود را ناخن خود را گرفته میتواند. سال بعدی در نماز عید فطر در رکعت اول چند بار تکبیر گفتن لازم است و در رکعت دوم چند بار تکبیر گفتن در کار است. التماس از استاد خواهی دارم که همین نماز عید فطر را با ما درست تشریح فهمونم. درست. یعنی این آخرین سوالتون بود دیگه؟ سلامت باشه. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی برنده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خواهش سلام. یک سوال می‌خواستم بپرسم ازتون. بفرمایید. یک چند روز پیشتر تو ما خودم محمد هستم از ایران تماس میگیرم. در کابل سفارت پاکستان مردم تظاهرات کرده بود. دست پشت میکروب دست مرد آمد صحبت کرد. بعدش هم یک زن آمد صحبت کرد به رویش باز بود. من این بهش گفتم این زن اسلام نباید مثلا اینجوری رویش باز باشه. بعدم دو تا نفر اینجا بود وایساده بود گفت اینا مثلا جایز است. یکیش گفت من در قرآنم دیدم که گفت این اهل اسلامی باید رویش باز باشه. این در شهر یا تو کوچه خیابان زن اسلام مثلا جایز است که مثلا همونجور رویش باز باشه مثلا بگرده؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از کابل با تماس شدیم. در خدمت شما هستیم. نخست سلام و احترامات خود را خدمت کارمندان وصال حق محترم استاد دهقانی و محترم عباسی صاحب تقدیم می‌دارم. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله. ثانیاً سوال بنده این است که پسرم همراه داماد ما گپ نمیزند و داماد ما میگوید که یعنی نماز نمیخواند. من به اثر نخواندن نمازشان من همراهشان صحبت نمیکنم یعنی جنگی میباشم. اما من برایشان میگویم که ایشان را دعوت کنید که نماز بخواند. و ما امو داماد ما را سر نماز دیدیم. ایتو نیست که بخی مطلق تارک نماز بوده باشد. درست. لطفاً در این باره برای ما معلومات بدهید. انشاءالله. و سوال دومی است که کسی که قرآن را به تجوید نخواند نماز پشت سر از او می شود یا نه؟ تشکر میکنم از شما. سوال دیگه ندارین؟ تشکر از شما و از شبکه شما. سلامت باشین. لطفاً تشکر برای ما میکنم. معلومات بدهید. انشالله. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. خوب هستی استاد شما؟ سلامت باشین. یک 4 تا سوال دارم. ماشاءالله بفرمایید. همین حالت نفاس زن تو چند روز بعد مثلا در 30 روزگی هم پاک شود با هم خوابگی کردن ممکن است یا نه حتما 40 روز همین را انتظار شدن در کار؟ بعد دیگه سوال ما میاد که درباره همین طلاق رجعی کمتر معلوماتی.
طلاق رجعی. الو. سوال بعدیتون؟ بفرمایین. دارن تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایین. من بینندگان دوباره خواهش میکنم که وقتی که تماس گرفتن از طریق گوشی تلفن صحبتشون ادامه بدن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایین. بیننده گرامی صدای شما وصله، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. بفرمایین. الو سلام استاد، شبتون بخیر. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. بفرمایین. سوال اولین اینه که استاد، آخوندهای افراطی ایران به ما دروغ میگن، به ما ظلم میکنند. ملت ایران به نظر شما ملت ایران چه باید بکنه در مقابل این نظام؟ واقعا گرفتاری ها زیاد شده، فقر زیاد شده، بیکاری جوانان زیاد شده، ازدواج جوانان مشکل شده، نمیشه کاری کرد. بعد استاد سوال آخری من اینه که رسما از شما آمدن به ایران طلب میکنم. آیا شما مایل به ایران تشریف بیارید اگر این آخوندا مایل بشن یا که خیر؟ خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بیننده گرامی صداتون که بلندتر کنید، صداتون داره قطع و وصل میشه متاسفانه. سوال داشتیم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول ما که صلات تسبیح واجب. صداتون داره قطع و وصل میشه. من سوال اولتون چی بود؟ متوجه نشدم. صلات تسبیح؟ سوال اول سنت درست. سوال بعدی. سوال بعدی؟ سوال دوم حکم ذکر. حکم هم کلمه ذکر. حکم ذکر. انشالله که سوال گرفته باشیم. منظورشون ذکر با چه کیفیتی؟ منظورتون دقیقاً از ذکر چی هست؟ صداشون قطع وصل فکر نکنم. متوجه نشدم. درست. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من دو تا سوال داشتم، ببخشید. بفرمایید. سوال اولتون؟ یکی که دختر کوچیکی دارم، خیلی میگه جشن تولد بگیریم. البته جشن تولدشم 6 ماه دیگه مونده. میخوام یک جشن ساده براش بگیرم. از لحاظ شرعی میخواستم چه حکمی داره. سوال بعدی این که امام ما بعد از نماز دعا میکنه دست جمعی، بعدم سوره یاسین میخونه. آیا صحیح است که ما بنشینیم یا بلند شیم بریم خونه؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم. خیلی ممنون. خدا خواهش میکنم. سلامت. تماس بعدی بیانده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. صدای شما وصله، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ یک سوال این بود، بچه دار کنه بعد دارش خوش بشه میشینه روش نفهمیده لاسیک این گرداد کرده. دوباره بپرسین. لباست نماز میشه یا نه؟ دوباره بپرسین چون صدای اول صداتون مشکل داشت.
میگم مثلا تو خونه یه بچه کوچیک ادرار کرده باشه بله. تو پش، بعد ادرارش خوش شده باشه، شما نفهمیده باشی، همونجا بشینین لباست بی‌نماز میشه یا نه؟ درست. سوال بعدیتون؟ مثلا اینکه تو ایران حالا بیمه میکنن، میری خودت بیمه میکنی، مثلا سالانه یا برجانه پول میریزی، بعد مثلا 30 سال بیمه بازنشستگی بهت میده، آیا جایز است یا نیست؟ سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، تشکر، دست شما در نکنه. سلامت باش. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. خواهر گرامی لطف کنید از طریق تلفن با ما صحبت کنید، منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه. السلام. سلام علیکم، بفرمایید. سوال شهریتون لطفاً. ما بس ما یک سوال دارم. بفرمایید. فکر کنم تماس بعدی رو بگیریم بهتر باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. دو سوالی داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ آیا جسد سفون آیا جسد سفون مثلا میشود؟ سفون؟ خب چی؟ غسل میت داده میشه. جسد سوخته غسل میت. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ میخواستم بپرسم که نماز میتونیم در نماز تهجد بود. سوال بعدی؟ الو. سوال بعدی نماز صبح چه ساعتی میتونیم بخوانیم؟ نماز صبح. اگر نماز صبح یک کمی دیرتر بخوانیم مشکل نه؟ درست. الو. سوالتون واضح است، انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بگیریم که دوباره بعد از میان برنامه سوال جدید بگیریم دیگه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. ما سوال داریم. بفرمایید. سوالتون؟ سوال همین مسئله چه تعلقه دارد؟ یگان روایتی حلاله کردنش هست؟ حلاله. سوال دیگه هم دارین؟ نه، سوال تمام همین هست. بله، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. خودم با مولانا عبدالقدوس دفاع. در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. بازم من سوال میکنم. بخشین صداتون متوجه شدین شما؟ متوجه سوال نشدیم، دوباره بپرسین. بگم یک سوالی میخواستم بپرسم، هرچند که تکراری شده دوباره هم مولانا عبدالقدوس دفاع میخوام سوال کنم. بازم متوجه نشدم. یعنی میخوای بعد از برنامه تماس بگیرین؟ سلام علیکم، بفرمایید. بله. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سوال داشتم برادر. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوالی بوده که همین نماز ویتر که هست همین 3 رکعت نماز وتر چند رکعت است؟ میه؟ این نماز وتر چند رکعت است درسته؟ بله گفتم نماز ویتر در یک اتحیات خوانده میشه یا نه؟ دعای قنوت خوانده میشه یا نه؟ درست. و سوال دومی بوده که همین حدیث ضعیف بر آدم در رابطه با فضایل گفته میتونه یا نه؟ روایت حدیث های ضعیف در فضائل. بله؟ سوال دیگه هم دارین؟ گفتم همین حدیث ضعیف که سوالتون واضح است برادر گرامی. تشکر میکنم از شما. سوال واضح است، انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم برادر گرامی. برادران عزیز اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ما شاء الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر. الله اکبر. طريقي تجلى ونورك كمل.
فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که نماز سنت بامداد را در خانه میخوانند و بعد به مسجد میروند. آیا در مسجد باید تهیه نماز سنت تهیه مسجد را بخوانند یا نه و حکم تهیه مسجد چیست؟ در مورد نماز تحیت المسجد، یعنی 2 رکعتی که به مناسبت ورود به مسجد خوانده می شود، روایت متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله روایتی در صحیح بخاری و مسلم هست از حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. وقتی که فردی از شما وارد مسجد شد ننشیند مگر این که 2 رکعت بخواند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تا زمانی که 2 رکعت نخوانده ننشیند. و این نماز تحیت المسجد از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت سنت هست و برخی از علما گفتن سنت مؤکده هست به خاطر تأکیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فلا یجلس، ننشیند مگر اینکه 2 رکعت نماز را بخواند. و در مورد این که اگر فردی نماز سنت فجر را در منزل خوانده باشد و بعد به مسجد برود و هنوز نماز شروع نشده باشد، آیا بنشیند در انتظار نماز یا اینکه 2 رکعت نماز تحیت المسجد بخواند؟ امام شافعی و امام احمد رحمت الله علیه دیدگاهشون این است که این نماز چون که نماز ذات سببی هست، این نمازی است که به خاطر یک سببی خوانده می شود که سبب ورود مسجد هست، به مناسبت ورود به مسجد 2 رکعت نماز می خوانند. نظر این بزرگواران این است که 2 رکعت نماز تحیت المسجد رو در این حالت بخوانند. اما فقهای احناف با توجه به روایاتی که در این زمینه اومده که بعد از فجر نماز دیگری جایز نیست به استثنای 2 رکعت نماز سنت فجر، عموم فقهای احناف نظرشون بر این است که چون که نهی وارد شده پس بنابراین تحیت المسجد هم جزء موارد منهی عنه است و نباید در این زمینه مکروه است که در این صورت نماز تحیت المسجد رو در واقع بخواند. اما با توجه به روایات دیگری که در این زمینه اومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام خطبه هم یکی از اصحاب را دستور دادند که بلند بشود و 2 رکعت نماز تحیت المسجد را بخواند. یعنی اینکه نمازی که ذات سبب هست، نمازی که به مناسبت یک سببی خوانده می شود، به مناسبت ورود به مسجد هست، به مناسبت وضو هست، اینها چون که سبب دارند بهتر و اولاتر این است که 2 رکعت نماز تحیت المسجد را بخواند، اولاتر و بهتر است. اما اگر کسی اکتفا کرد به همون 2 رکعت نماز سنتی که خوانده بود، اگر وارد مسجد شد و سنت ها را در داخل مسجد خوان، سنت فجر را، سنت فجر کفایت می کند، لازم نیست که 2 رکعت دیگر به نام سنت تحیت المسجد بخواند. همون 2 رکعت نمازی که به عنوان سنت قبل از فجر خوانده کفایت می کنند. اما اگر سنت ها را در خانه خوانده بود، بنابر دیدگاه امام شافعی و امام احمد بخواند بهتر و اولاتر است. اگر هم نخواند بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اشکالی ندارد و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کراهتی رو هم دارد. اما با توجه به دلایل امام شافعی و امام احمد رحمت الله علیه و موارد دیگر که در زمینه‌های ورود به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده بودند، حتی در هنگام خطبه که خواندن نماز درست نیست، اولاتر به نظر من قول امام شافعی و امام احمد هست. از بخوانید بهتر از این هست که نخوانید. جزاکم الله خیر. تسبیح به دست گرفتن یا کلا تسبیح، یعنی تسبیح دست گرفتن و تسبیح گفتن، این کار خودش چه حکم دارن؟ تسبیح یک وسیله هست برای ذکر الله متعال و برای شمردن اذکار و اذکاری در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده، مانند اذکار بعد از نماز هست، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر
و بقیه تسبیحاتی که 100 مرتبه گفتنش در شریعت اسلامی وارد شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اگر فردی توانایی تسبیح و شمردن این اذکار را ندارد، نمیتواند که آنها را بشمارد، تمرکز ندارد، استفاده از تسبیح اشکال شرعی ندارد و این در دایره بدعت شمرده نمی شود، زیرا که این اساساً خودش یک عبادت نیست و کسی معتقد نیست که با تسبیح ذکر کردن اولاتر و بهتر است. به عنوان یک سبب هست و یک ابزار هست برای اینکه تعداد اذکاری رو که انسان میخواند در واقع مطمئن باشد که مثلا 33 مرتبه یا 34 مرتبه یا 100 مرتبه مثلا فلان ذکر را خوانده. از بنابراین دست گرفتن تسبیح یا ذکر کردن با تسبیح از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست، گرچه تسبیح خواندن با انگشتان اولاتر و بهتر هست. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که با دست راست خودشون و با بند انگشتان خودشون در واقع تسبیح میخوندند، این اولاتر و بهتر است. اما اگر کسی نیازی به تسبیح داشته باشه که حتما از کار را بشمارد، بازم بدعت نیست و از نظر شرعی اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن کسی که قربانی میکند آیا میتواند قبل از قربانی مو و ناخن خود را بگیرد؟ سنت این است کسی که خود اون شخصی که قربانی دارد، نه خانوادهشون، خود اون شخصی که قربانی دارد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که وقتی که ماه ذوالحجه در واقع شروع می شود شما موی خودتان را و ناخن خودتان را نگیرید. سنت این است که در واقع موی و ناخن گرفته نشود. اما اگر کسی نیاز شدیدی داشت و یعنی مجبور بود که ناخنش رو بگیرد یا مویش رو بگیرد، اشکال شرعی وجود ندارد. این حکمش در حد سنت است. اگر در صورتی که نیازی باشد اشکالی ندارد، شما می توانید این کار را انجام بدهید. اما برای حصول اجر و در صورتی که نیازی نیست، اولاتر و بهتر این است که از مو و ناخن خودتون چیزی را نگیرید. جزاکم الله خیر. بیننده سوال بعدی در مورد نماز فطر بود که گفتند رکعت اول چند تکبیر دارد و رکعت دوم چند تکبیر است؟ بیننده من از تاجیکستان بودن. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هر دو تا عید، یعنی عید قربان و عید فطر، ما 6 تکبیر زائد داریم. 6 تکبیر زائد داریم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که 3 تکبیر در رکعت اول و 3 تکبیر در رکعت دوم هست، این تکبیرات زوائد، و 3 تکبیر در رکعت اول در ابتدا هستند قبل از شروع به قرائت و در رکعت دوم بعد از قرائت هستند و قبل از رفتن به رکوع. 3 تکبیر غیر از تکبیر تحیت الاحرام هستند در رکعت اول و 3 تکبیر دیگر غیر از تکبیر رکوع در رکعت دوم. این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و استدلالشون هم از حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که در مصنف ابن ابی شیبه هست که این گونه در واقع نماز عید را خوندند. مذهب امام احمد و امام شافعی رحمت الله علیه این هست که 7 تکبیر در رکعت اول به اضافه تکبیر تحیت الاحرام هست که تکبیرۃ الاحرام که گفته می شود و 5 تکبیر یا حتی 6 تکبیر هم وارد شده در رکعت دوم هست و تمام اینها جایز هست، اشکال شرعی نداره. چه 3 تکبیر بگویند چه 7 تکبیر بگویند، هر دو موردش در تمام موارد اومده که اختلاف دیدگاهی هست در مذهب امام شافعی، احمد و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. عمل کردن بر تمام اینها جایز هست و آثاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وجود دارد. جزاکم الله خیر. آقا محمد سوالشون در مورد این بود، گفتن که آیا در بازار و شهر و کوچه و خیابان زن باید روی خود را بپوشاند یا نه؟ بله، اصل برای زن این است که در واقع زینت و آرایش خودش را بپوشاند و خصوصا که زینت که صورت که محل زینت و آرایش است و قول جمهور علما بر این است که پوشیدن صورت لازم هست برای زن و مگر در صورتی که نیازی باشد صورت را نپوشد یا در صورتی که در واقع خوف فتنه‌ای نباشد، در اون صورت یه مقدار حکمش کمتر است. اما اصل بر این است که تمام بدن زن باید از دید نامحرم پوشیده بشود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پسرشون با دامادشون قهر است و میگوید که این نماز نمیخوند باهاش قهر است و ایشون هم گفتن که من بهشون گفتم خب به جای این کار او رو نصیحت بکن، او رو دعوت بده و به جای این قهر باشه و خود پدرم گفت که من دامادم رو دیدم که سر نماز بوده.
وقتی که ایشون دیدند که نماز میخونن، یعنی این که یه مقدار تنبلی دارن در نمازشون، شاید گاهی وقتی بخونن گاهی وقتی نخونن، از نظر شرعی وظیفه ما این است که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. بهترین اسباب و اسالیبی رو که ما در اختیار داریم اونها رو استفاده بکنیم تا اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، یک فرد بی نماز رو وادار به نماز بکنیم یا از منکر در واقع نهی بکنیم. ابزاری که در این زمینه وجود دارن مثلا نصیحت کردن هست، ارتباطش برقرار کردن با افرادی از علما هستند و استفاده کردن از ریش سفیدان قوم، از پدر و مادر که در واقع فشاری رو بیارند و دعوت بدند که نماز رو اقامه بکنند و تمام ابزاری رو که در این زمینه ممکن هست از اونها استفاده بکنند. و اگر در صورتی که انسان تشخیص داد که اگر قهر بکند و با اون حرف نزند شاید از این طریق متوجه بشود که اشتباه خودش پی ببرد و بر بگردد به نماز خوندن، یعنی این قهر کردن یا این حرف نزدن برایش خیلی سنگین هست و منجر به این می شود که دوباره نماز بخواند، اینم از نظر شرعی اشکالی ندارد. این هجر و قهر کردن در چنین مواردی که از اسبابی هست که می شود از اون در واقع استفاده کرد. اما در غیر این صورت انسان باید ارتباط خودش رو برقرار بکند تا اینکه بهتر بتواند دعوت بدهد و قطعا شاید امروز این فرد نصیحت رو قبول نکرد، موعظه رو قبول نکرد، فردا شاید قبول بکند. سعی بکنید که با روش‌های مختلف ان شاءالله چنین افراد رو به نماز و عبادت دعوت بدهید. ان شاءالله. جزاکم الله خیر. نماز خواندن پشت سر کسی که قرآن را با تجوید نخواند آیا درسته یا نه؟ بله، اشکالی ندارد. اگر امامی در تلفظ کلمات یک مقدار اشتباه می کند یا اشتباهات سطحی در تلاوتش هست، خوندن نماز پشت سرش از نظر شرعی درست است، اشکالی نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر زن در حالت نفاس در 30 روزگی پاک شود آیا همخوابگی با او درست است یا نه، یا باید صبر کرد تا 40 روز بگذرد؟ بله، لازم نیست که صبر بکنن تا 40 روز، یعنی ایام خونریزی بعد از زایمان که در اصطلاح فقهی به اون نفاس گفته می شود. در هر زمانی که زن پاک بشود حکمش این است که پاک هست، نماز بر اون در واقع فرض می شود. فرض کنیم که یک زنی در همان روز اول اصلا خونریزی نداشته باشد و از همان اول پاک باشد، حکمش این است که این زن پاک هست، نماز باید بخواند و همچنین همبستری با اون جایز هست. در هر زمانی وقتی که خون قطع شد و نفاس تمام شد نماز بر زن فرض می شود و همبستری بین این دو زن و شوهر هم از نظر شرعی اشکالی ندارد. لازم نیست که صبر بکنند تا 40 روز، منتها یعنی نهایتش 40 روز هست. فرض کنیم که خانمی بعد از 40 روز هنوز هم پاک نشده بود، یعنی 40 روز خونریزی داشت و ادامه داشت، بعد از 40 روز هم خونریزیش ادامه پیدا کرد و قطع نشد. در این صورت حکمش این است که بعد از 40 روز غسل بکند، ولو این که خونریزی داشته باشد، خونش قطع نشده باشد، حکمش این است که باید نماز بخواند و همچنین همبستری بین زن و شوهر در این صورت جایز هست. یعنی بعد از 40 روز این خون جز خون نفاس شمرده نمی شود و استحاضه هست و با خون استحاضه حکمش این است که در هر وقت نماز وضو بگیرد و نماز بخواند و همبستری هم بعد از 40 روز جایز هست ولو اینکه خون هم قطع نشده باشد. اما قبل از 40 روز به محض اینکه خون قطع شد نماز باید بخواند و همبستری هم جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد یک از روش‌های طلاق هست. گفتن که طلاق رجعی چه طلاقی است؟ طلاق رجعی همون گونه که از اسمش مشخص است، یعنی طلاقی که در آن رجوع وجود داره. رجوع کردن یعنی این که زن و شوهر پشیمان بشوند، خصوصا شوهر که طلاق به دستش است پشیمان می شود از این طلاقی که داده. الان معنی طلاق این است که زن و شوهر از همدیگر جدا هستند و رجوع معنیش این است که دوباره بازگردند با همدیگر زندگی بکنند. و از نظر شرعی و روش که در سنت اومده و در قرآن کریم الله متعال ما رو راهنمایی کرده به اون طلاق 3 مرتبه هست، یعنی هر مردی اختیار 3 طلاق را دارد. طلاق اول و طلاق دوم رجعی هستند. طلاق اول و طلاق دوم رجعی هستند، یعنی اگر یک شوهری زنش را 1 طلاق داد، بعد از این 1 طلاقش رجعی هست. به این معنی تا زمانی که این زن در عدت هست شوهر میتواند بیاد بگه من پشیمان شدم، طلاق نمیدهم، میخوام دوباره با هم دیگر زندگی بکنیم. اگر قبل از 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه بود بدون هیچ گونه مشکلی میتوانند دوباره بازگردن با هم دیگر زندگی بکنند. ازدواج مجددی لازم نیست. اگر قبل از 3 ماه و قبل از 3 عادت ماهیانه
شوهر پشیمان شد دوباره میتواند رجوع بکند، یعنی برود بدون هیچ قید و شرطی با زنش زندگی بکند. و همچنین اگر این طلاق گذشت، وقتی که طلاق رو صادر کرد یعنی طلاق داد، این طلاق افتاده، طلاق دوباره باز نمیگردد، یعنی با رجوع کردن این طلاقی که افتاده دوباره باز نمیگردد. 3 طلاق بودند، 1 طلاق افتاده، الان 2 طلاق دیگر باقی هست. اگر بعد از مدتی بالفرض اومد طلاق دوم را هم داد، یعنی برای دومین بار زنش را طلاق داد، باز هم فرصت داره، یعنی تا زمانی که این زن در عدت هست، در مدت این 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه، باز هم شوهر میتواند که رجوع بکند، بازگردد و با این زن زندگی بکند. خب تا زمانی که در عدت هست میتواند رجوع بکند. فرض کنیم که طلاق اول رو داد یا طلاق دوم بود، اما شوهر در مدت 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه رجوع نکرد، گذاشت تا اینکه زن از عدتش کاملا تمام شد. حکم شرعی این است که این زن و شوهر از همدیگر جدا هستند، الان دیگه زن و شوهر همدیگر نیستند. منتها در طلاق اول و در طلاق دوم بعد از گذشت عدت این زن و شوهر میتوانند دوباره با همدیگر ازدواج بکنند، دوباره میتواند بدون هیچ قید و شرطی با همدیگر ازدواج بکنند. فرض کنیم که طلاق اول را داده بود یا طلاق دوم را داده بود، 3 ماه هم گذشت، شوهر رجوع نکرد، الان از همدیگر جدا شدند. اینو از نظر فقه اسلامی میگن بینونه صغرا، یعنی از همدیگر جدا هستند اما باز هم راه داره که دوباره به همدیگر بازگردند. راهش این است که دوباره میتوانند با عقد جدید و مهر جدید دوباره با همدیگر ازدواج بکنند. در طلاق اول و در طلاق دوم که طلاق رجعی هست، با گذشت 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه اگر خواستن دوباره با همدیگر ازدواج بکنن هیچ گونه اشکالی ندارد. قبل از 3 ماه میتوانند بدون ازدواج با همدیگر بازگردند، بعد از 3 ماه با ازدواج میتوانند دوباره با ازدواج مجدد میتوانند با همدیگر زندگی بکنند. اما وقتی که طلاق سوم را شوهر داد، یعنی این بینونه کبرا هست، یعنی برای همیشه بر همدیگر حرام هستند و جایز نیست که با همدیگر زندگی بکنند و ازدواج مجدد هم نمیتوانند بکنند مگر با یک شرطی که این زن برود با اختیار خودش با یک ازدواج مجددی را انجام بدهد، بالفرض شوهر دومش وفات کرده باشد یا خود شوهر به اختیار خودشون رو طلاق داده باشد. در این صورت میتواند که بر بگردد با شوهر اولش ازدواج بکند. اما تا زمانی که با شوهری دیگر ازدواج نکرده با رضا و رغبت، نمیتواند که به شوهر قبلیش باز بگردد. در اینجا سوالی که در مورد حلاله پرسیده شدن، این حکمش چیست؟ در مورد حلاله، این حکم حلاله از نظر شرعی یک حکم باطلی هست، یعنی حرام هست و این نکاحی که بسته می شود نکاح فاسدی هست و درست نیست. معنی حلاله این هست که عرض کردم و زمانی که شوهر زنش رو 3 طلاقه کرد، بعد از این 3 طلاق نمیتوانند با هم دیگر بر بگردند، ولو اینکه در زمان عدت باشه، ولو اینکه زن در زمان عدت باشه. وقتی که 3 طلاق را داده باشه، به این معنی است که نمیتواند رجوع بکند و بعد از این که عدتش تمام بشود نمیتوانند با هم دیگر ازدواج بکنند مگر با ازدواج مجددی که زن باید این با مرد دیگر ازدواج بکند. الان صورت حلاله چی هست؟ این است که بالفرض زن و شوهری با هم دیگر طلاق داده اون زن رو، الان از هم دیگر جدا شدن، 3 طلاق کرده، الان با تبانی و با مشورت این زن رو مثلا به یک شوهر دیگری ازدواج میدن، فقط به خاطر این که ازدواج کرده باشه و بعد از ازدواج طلاقش بده تا اینکه بر بگرده به شوهر اولش. این صورت حلاله هست، یعنی ازدواج توافقی زن با شوهری دیگر به نیت این که این زن برای شوهر اولش حلال باشه. از نظر شرعی آیا چنین حکمی جایز هست، وجود داره یا نه؟ این ازدواج حرامی هست و باطل و فاسد هست، یعنی این ازدواج اساسا منعقد نمی شود. و وقتی گفتیم که زن باید برود ازدواج بکند، یعنی یک ازدواجی یعنی با رضایت خودش ازدواج بکند و شوهری هم که با اون ازدواج میکند نیتش این باشه که با این زن ازدواج میکند و با زن زندگی میکند، نه اینکه نیتش این باشد که من اینو ازدواج میکنم فردا طلاقش میدم تا اینکه برای شوهر اولش در واقع حلال باشه. اگر با این نیت ازدواج بکنه، چون این ازدواجی فاسد هست و درست نیست، زیرا که در این زمین روایت متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سنن ابو داود اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده لعن الله المحلل والمحلل له، الله متعال نفرین بکند محلل را و محلل له را، یعنی هم اون شوهری را که زن برایش حلاله میشود و هم
اون شوهری رو که به این قصد ازدواج میکنه تا اینکه این زن حلال بشود برای زن اول. این همون شوهر اولیش ملعون هست و همین شوهر دومیش رو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردن. و حتی روایت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه که در سنن ابن ماجه هست که تعبیر جالبی رو دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الا اخبرکم بالتیس المستعار، آیا من شما را به تعبیر عامیانه یعنی شوهر کرایی خبر ندم که کی هست؟ تیس المستعار یعنی حیوان نر، گوسفند نری که در واقع اون رو کرایه میگیرن برای اینکه بزهای دیگر رو در واقع حامله بشوند. این از نظر شرعی اسمش تیس المستعار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن این شوهر کرایی رو من به شما خبر ندم که معنیش چی هست کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این محلل هست و فرمودند لعن الله المحلل والمحلل له، الله نفرین بکند کسی که حلاله بکند یا برایش حلاله کرده بشود. پس بنابراین از نظر شرعی چون این ازدواجی حرام هست و اگر به این نیت ازدواج بکنند چون این ازدواجی درست نیست، حرام هست. و با این نیت اگر ازدواج کردن با چنین ازدواجی این زن برای شوهر قبلیش حلال نمیشه، زیرا که این ازدواج دوم ازدواج فاسدی بوده و حکم فاسد این است که اصلا منعقد نمیشود. پس بنابراین اصل این مسئله حرام هست، حلاله کردن حرام هست و در صورتی کسی حلاله کرده باشد مورد نفرین الله و رسول قرار گرفته و با ازدواجی که به قصد حلاله شدن یا حلاله کردن باشه زن برای شوهر اولش حلال نمیگردد. جزاکم الله خیر. بیننده از ایران تماس گفتن که در ایران خب حکومت آخوندی یعنی آخوند بر مردم داره حکومت میکنه و بسیار افراطی و دروغگو هستن، ظلم بر ملت هم زیاد شده، فقر و بیکاری و زیاد است و ازدواج هم صورت نمیگیرد. وظیفه ملت در مقابل این ظالمان چیست؟ و درخواست هم کردن که به ایران برگردین برای از نظر شرعی وظیفه هر مسلمان این است در زمانی که یک منکری رو ببیند، تفاوتی ندارد که این کار منکر از جانب افراد باشد یا از جانب حکومت ها باشد، انسان با ابزار و وسایلی که در اختیار دارد باید امر به معروف و نهی از منکر بکند. و انشاءالله که امیدواریم که ایران همان گونه که قبل از دولت صفوی موحد بودند انشاءالله بار دیگر بازگردند و همهشون اهل توحید باشند. و مطمئن باشید که ما هم انشاءالله باز میگردیم به ایران و در صورتی که مجالی فراهم باشد و اهل سنت همه اهل ایران انشاءالله اهل سنت باشند یا این تبعیضی که وجود داره، این ظلم و ستمی که وجود داره و تبعیضی که در میان مذاهب و اهل مذاهب صورت میگیرد، اگر این از بین برود قطعا هیچ سنی یا هیچ شیعی به خاطر مذهب خودش از ایران خارج نمی شود و ما هم انشاءالله شاید یک روزی بازگشتیم به ایران انشاءالله. جزاکم الله خیر. صلات تسبیح چه حکمی دارد؟ صلات تسبیح یکی از نمازه هایی هست که دلیل قوی و محکمی رو ندارد و روایاتی که در این زمینه وارد شدند روایات ضعیفی هستند و بدین خاطر هیچ کدام از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت این نماز را جز نمازه های سنت ندانستند و قلمداد نکردند. گذشته از این که واجب نیست و فرض نیست، حتی ائمه مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت امام ابو حنیفه، مالک، امام شافعی و احمد بن حنبل صلات تسبیح را حتی جزو نمازهای سنت هم ندانستند. پس بنابراین اولاتر این است که انسان از خواندن چنین نمازی که دلیل شرعی ندارد یا روایت صحیح در موردش نیست، انسان باید این چنین عبادتی رو که دلیلی ندارد نباید انجام بده. درست. جزاکم الله خیر. و تماس سوال بعدشون هم قطع شد. سوالشون در مورد گفتن ذکر چه حکمی دارد فکر کنم؟ اگر منظورشون این است که یک یعنی ذکری که یعنی تسبیح خوندن هست و ذکر و اورادی هست که معمولا مسلمانان میخونند، اذکار صباح و مسا هست و اذکاری که یعنی موقت به وقتی نیستند مانند سبحان الله و الحمدلله و بقیه اذکار، این از نظر شرعی یک عبادت هست و مأمور بهی هست. انسان باید همیشه در حال ذکر الله متعال باشه. اگر منظورشون یک مسئله دیگری بوده، صورت خاصی هست، اگر یک نوع بدعتی هست، یک ذکر مخصوصی هست که در قرآن و سنت نیومده، اون یک حکم جداگانه داره. اما به صورت کلی ذکر کردن و خواندن اذکار اوراد از نظر شرعی ثابت هست و یک دستور شرعی هست و الله متعال در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور دادند که الله متعال را بسیار یاد بکنیم. تنها عبادتی که در قرآن و حدیث به ما دستور داده شده که خیلی انجامش بدهیم همین عبادت ذکر هست.
جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که دختر کوچیک دارن که دوست داره که براش جشن تولد بگیریم. آیا اجازه داریم برای این کار یا نه؟ شاید این دختران و کودکان به خاطر هدیه‌ای که شما براشون میگیرید شاید بگویند که برای ما جشن تولد بگیرید. اگر این هدیه رو در غیر جشن تولد و بدون مناسبت هم بگیرید شاید اونها راضی باشند و دیگه در فکر جشن تولد نباشند. هدیه بهشون براشون بگیرید تا اینکه راضی بشوند. و جشن تولد قبلا هم عرض کردم که یک سنت و یک راه و رسم غیر اسلامی هست و جزء آداب مسیحی ها و اهل کتاب هست و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد و رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما توصیه کردند که شما بر سنت و روش اهل کتاب گام نزنید و با اونها مخالفت بکنید و تشابه به اهل کتاب و خصوصا در مراسمشون این از نظر شرعی برای ما حرام هست و جایز نیست. سعی بکنید هدیه برای کودکتان بخرید، انشاءالله راضی می شود و چیزی به عنوان جشن تولد رو در میان خودتون اینو مروج نگردانید. درست. تشکر میکنم از شما. سال بعدی بیننده گفتن که امام بعد از نماز دعای دست جمعی میخواند و سوره یاسین میخواند. آیا ما باید بنشینیم یا بلند بشیم بریم؟ دعای دست جمعی بگونی که امام دعا بکند و مقتدیات آمین بگویند این از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. حتی برای یک بار هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول مدت نبوتشون و خصوصا بعد از هجرت یک بار هم اتفاق نیفتاده که ایشون بعد از نماز دستها رو بلند بکنند، دعا بکنند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمین گفته باشند. زمانی که رسول الله که و صحابه انجام ندادند، در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نبوده چنین رسمی، پس بنابراین ما هم به عنوان پیروان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباید چنین کاری رو انجام بدیم. اگر یک افراد اینو لازم بدونند که باید امام دعا بکند، مقتدی ها باید بنشینند، این در حد بدعت وارد می شود. یعنی یک کاری هست، یک عبادتی هست که در شریعت اسلامی وقتی برایش تعیین نشده، اما شما هم وقتی رو تعیین کردید و هم کیفیتی رو تعیین کردید که یعنی به صورت دست جمعی دعا میکنید که عرض کردم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومده و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما چیزی رو اضافه بکنه که در زمان ما نبوده، این مردود هست و قابل پذیرش نیست. و این دعای دست جمعی یک امری هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. و همچنین خواندن سوره یاسین بعد از نماز این بدعت هست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. انسان باید سعی بکند که این موارد رو ترک بکنه. اما این که شما بلند بشوید یا بنشینید، این به اختیار خود شما هست. اگر میخواهید بنشینید در مسجد اشکالی نداره. اگر میخواید بلند بشوید وقتی که امام سلام داد و صورتش رو از این طرف قبله برگردانید، معنیش این است که نماز تمام شده، هر کسی میخواد که برود. یعنی هیچ کدام از آداب نماز، سنت های نماز، فرض های نماز، واجبات نماز دیگه باقی نمونده. بعد از سلام همه چیز تمام شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد نماز میفرمایند که تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. آغاز نماز تکبیر هست، الله اکبر هست و آخر نماز تسلیم هست، یعنی سلام دادن هست. وقتی که شما سلام دادید این نمازتون کامل هست، هیچ چیزی از آداب نماز و واجبات نماز و فرایض نماز برگردن شما باقی نمانده. سعی بکنید که این بدعت ها رو ان شاء الله کم کم مردم آگاه بشوند و ترک بکنند. اما به خاطر این مسئله درست نیست که شما جار و جنجالی درست بکنید، اختلافی درست بکنید در منطقه. علت این که مردم پایبند این مسئله هستند این است که تا حالا کسی نبوده که به مردم گوشزد بکنند، مذاهب رو برایشون تعریف نکردن، سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون تعریف نشده. و مطمئن هستم که اهل سنت و الجماعتی که خود را پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانند، اگر علما برایشون بیان بکنند که این مسئله در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، قطعا ان شاء الله از این پیروی میکنند و امیدوار هستیم که تمامی بدعت ها از زندگی روزانه ما رخت سفر بربند. ان شاء الله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که در خانه اگر بچه کوچک ادرار کرده باشد و اون ادرار خشک شده باشد، اگر کسی بنشیند آیا لباسش بی نماز می شود یا نه؟ در صورتی که خشک شده باشد هیچ گونه اختلافی وجود نداره. یعنی لباس شما یا کسی که روی اون نقطه بنشیند یا لحافی که بر روی اون پهن می کنند به هیچ عنوان نجس نمی شود. اگر ادرار خشک شده باشد
وقتی که شما روی اون نقطه می نشینید لباس شما نجس نیست و کاملا پاک هست و روش پاک کردن این مورد این است که بر روی اون آب بریزید. یعنی وقتی کودکی ادرار می کند برای اینکه این فرش پاک بشود اگر امکان شستنش به صورت کامل نیست این است که مقدار آب بریزید دوباره یعنی با پارچه چیزی اون رو خوش بکنید در واقع پاک می شود. لازم نیست که حتما فرش رو ببرید فرشویی یا بیرون خودتون بروید اینو کاملا فرش رو آب بکشید. یک مقداری آب بر اون بریزید یک مرتبه یا 2 مرتبه و اون رو خوش بکنید. این کفایت می کند و فرش در واقع پاک هست و در صورتی که خشک باشه لباس شما نجس نمی شود و حتی در صورتی که خشک باشه شما فرض بکنید که شما وضو گرفتید و از حمام اومدی بیرون و بر روی این فرش قدم میگذارید احتمال دارد که پای شما در اون نقطه گذاشته بشود. صرفاً با این احتمال پای شما نجس نمی شود ولی اینکه با پای خیس در واقع روی این فرش بروید. اون چیزی که مطمئن هست این است که فرش در اصل پاک بوده و با گمان نجس نمیشود. احتمال دارد که در فلان نقطه مثلا فرض یک بچه ادرار کرده باشد. با این حدس و گمان بر خودتون سخت نگیرید. اگر مطمئن هستید که در فلان جا ادراری اصابت کرده به فرش یک مقدار آب در اونجا بریزید و اون رو خوش بکنید ان شاءالله پاک میشود. ان شاءالله. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمانم خواهش میکنم که دوباره شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن تا تماس بگیریم و سوال شهریشون رو بگیریم و بازم تکرار میکنم بینندگان لطف کنین صداتون از طریق تلفن ادامه بدین صحبتتون رو و سوالاتون رو مختصر و آماده داشته باشین. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که اینو بیمه از بیمه سالانه که سالانه پول پرداخت میکنیم و بعد از 30 سال به ما بازنشستگی میدن. آیا این جایز است یا نه؟ بیمه ای که به خاطر بیمه درمانی باشه یعنی مجبور هستند یعنی در اینجا چه از طرف حکومت باشه یا حکومت مجبور کرده باشه صاحب کار رو که در واقع افرادش رو باید بیمه بکنه بیمه درمانی به خاطر نیازی که مردم دارن و به خاطر کمکی که دولت میکند از طریق این بیمه و یعنی قیمت دارو یا حتی قیمت خدمات از نظر شرعی اشکالی ندارد که انسان خودش رو بیمه بکنه. اما اگر بیمه دیگر هست و بیمه تجاری هست مانند بیمه عمر هست یا بیمه کالا هست و بقیه موارد که لازمی نیستند انسان باید از اونها پرهیز بکنه زیرا که اصل بیمه یک معامله ضرر هست. این معامله هست که در آن در واقع ضرر میبینه طرف چه الان صاحب شرکت بیمه ضرر میبیند یا اینکه شما ضرر میبینید پولی رو پرداخت میکنید خدماتی رو دریافت نمیکنید. به هر صورت اصل بر حرمت هست. اما مواردی که مجبور هست انسان مانند بیمه شخص ثالث یا بیمه درمانی در این صورت اشکالی نداره در حد ضرورت جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است. بیننده اول میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو در خدمت شما هستیم. الو بفرمایید. صدای شما وصله برادر گرامی. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید. سلام خسته نباشید. سلامت باشید. از طریق گوشی تلفن صحبت ادامه بدین. میخواستم بعد از برنامه آقای مولوی صحبت کنم. انشالله بعد برنامه تماس بگیرین 5 دقیقه یا 10 دقیقه 5 دقیقه بس دیگه 5 دقیقه بعد تماس بگیرین انشالله بعد برنامه. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما است. من یک سوال داشتم استاد محترم. من یک چند وقت پیش با فامیل خود عروسی کرده بودم. باز من میخواستم کارهایشان خلاص کنم بیارمشان طرف اروپا. من خودم در آلند زندگی. بله دارن تماسشون قطع شد. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خسته نباشی. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم از مولانا. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. جناب مولانا بپرسید من پشت خونه زمین دارم
این زمین مال مسجد هست، مال یه مردم بوده، الان مردم این زمین رو وقف کرده به خاطر به مال مسجد، به خود مسجد. خب این زمین حق فروش دارد که پولای این زمین را باید به مسجد بدیم، من چون زمین را احتیاج داریم، آیا جایز است یا نه؟ جناب مولانا بپرسید. صاحب اون کسی که زمین رو وقف کرده زنده هست یا نه؟ الو؟ اون فردی که زمین رو وقف کرده به مسجد الو؟ نیست صدامون؟ صدای من دارید؟ بله، اون کسی که زمین رو وقف کرده خودش زنده هست الان، خودش راضی هست که این رو بفروشند به مسجد اضافه بکنند، این پول رو به مسجد بدند یا نه؟ خود اون فوت کرده، منتها بچه‌اش هستن، حیاتن. بسیار خوب انشاءالله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، متشکر. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من شهر دیگه زندگی میکنم، محل کار من یه شهر دیگه هست، اونجا نماز میخونیم، هفته فقط شنبه تا پنجشنبه اونجا هستم. یعنی مسافت فاصله هست بین دو تا شهر دیگه نه؟ آره فاصله 200 کیلومتره. نماز ما مسافریه یا مقیمه اونجا. درست. دیگه یه سوال دیگه، ما مغازه داریم، اجناس مغازه زکات داره یا نه؟ اجناس مغازه؟ آره اجناس مغازه میگم زکات داره یا نه؟ سوالی هم دارین؟ همین دوتا بود. خیلی ممنون. انشالله. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. برادر ما دو سوال داشتیم. یک سوال در راجع به ریش است. آیا تو حدیث صحیح وجود داره که از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که ثابت باشه که او ریش داشت؟ یکی. و سوال دوم ما راجع به شهادت است. اگر یک نفر حکم کنه که این نفر شهید است، آیا این درست است؟ یا مثال یک مملکت قانونی را پاس میکنه که بگویه که سربازانی که شهید میشه یا مثال کس دیگه در جنگ کشته میشه، اینی را باید شهید بگوین، در حالی که شهادت یک درجه است. درست. اگر راجع به برای ما معلومات بدین جزاکم الله خیر. سلامت باشین، انشالله پاسخ دریافت میکنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. اسماعیل هستم از شهر لیدز انگلستان. شما رو زحمت میدم، من پسر دارم اسمش سبحان گذاشتم. آیا بعضی کسا میگه که اجازه نداری که اسم سبحان بگذاری؟ از مولانا من سوال دارم که آیا اسم سبحان به حساب شرعی جایز است یا نیست؟ اگر سبحان الله یا عبدال سبحان بگذاریم در این صورت چطور اجازه داره یا نداره، یا اسمش دیگه اسم بگذاره؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله. سوال دیگه ندارین؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. بنده باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که منتظر نباشن صداشون از طریق تلفن، از طریق تلویزیون بشنون، چون که صدا واقعا داره دیر میاد و بینندگان وصل میشن، اما منتظر میمونن که صداشون از تلویزیون پخش بشه. همین باعث میشه که تلفنشون هم قطع بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بنده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید.
سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. دو سوال دارم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول نماز تهجد چند رکعت می شود و کی خوانده می شود؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی نماز قضایی یعنی گذشته خواندنش واجب است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، سوال ندارم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. خوله هستم از امارات. در خدمت شما هستیم. ممنون. ببخشید یه سوالی داشتم از خدمتتون. میخواستم بدونم که من یه دوستی دارم، بعد این دوستم خیلی همیشه هر روز این کارش، این که بهش بگم مثلا کار دارم ناراحت میشه. ببخشید صداتون قطع شد یک مقدار. دوباره پرسید. دوستی دارین که همیشه؟ دوستی دارم که همیشه میاد اینجا، بعد ایشون میگن که هر روز میاد، بعد اگر مثلا بهش بگم من کاری دارم ناراحت میشه، یا اگر که مثلا بهش بگم مریضم استراحت میخوام بکنم بازم میگن میخواد بیاد. هر روز میاد اینجا، یا مثلا وقتی میاد اینجا میره یه ساعت دیگه دوباره زنگ میزنه میگه خونه ای من دارم میام. بعد دیگه اصلا بهشون رو نمیتونم کنترلش کنم. الان خیلی وقت اینجوریه، چند سالی میشه دیگه، واقعا صبرم تموم شده. حالا دیروز من یه دروغی بهش گفتم که دیگه نیاد اینجا، واقعا دیگه خسته شدم. حالا میخوام بدونم که باید چی کار کنم. درست. سوال دیگه داریم؟ جواب بدین. حالا اینو میدونم مرتکب گناه شدم که دروغ گفتم، ولی نمیدونم باید چی کار کنم دیگه، واقعا کنترلش از دستم رفته، خسته شدم. درست. تشکر میکنم شما. ممنون شدم. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید. صدای شما وصله و سوال شرعیتون لطفاً. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. برادر یک سوال داریم. بفرمایید. سوالتون؟ همین از روی شرعی همین زمین در گیری آفتاب چرخ میزنه یا که آفتاب در گیری زمین چرخ میزنه؟ سوال دیگه هم دارین؟ حضور رحمتی کمان. تشکر میکنم. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. میخواستم بپرسم، تقریبا یک سال پیش شوهرم گفتن، من یک دوست داشتم، گفتن که یک سال پیش گفتن باش رابطه کنی طلاقی. حالا شوهر من خیلی هم پشیمون شده، گفتن آره اشکال نداره، حالا همسایه‌مون هستش دیگه، اومده مثلا الان همسایه‌ایم دیگه، از نظر شرعی جایز است من باش رابطه بکنم؟ چجوری هست؟ یعنی شوهرتون الان حرف خودش پس گرفته؟ خیلی ممنون میشم جوابم بدید. درست. خواهش میکنم. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم. بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما رو زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه.
فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواد. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب افسری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسماعیل. آقای افسری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري نور
في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا جسد سوخته غسل میت دارد یا نه؟ در موردی که یعنی امکان نداشته باشه که میت را غسل بدهند، الان بستگی به نوع سوختگی داره و یعنی سطح سوختگی یا مواردی دیگر. به طور مثال در حالتهای تصادفی که بدن در واقع حالت اصلی خودش رو از دست داده باشه، اگر امکان شستن باشه در مرحله اول باید غسل داده بشد به صورت کامل. اگر به صورت کامل باز هم یعنی امکان نداره که غسل داده بشه و قابل نقل و انتقال و حرکت دادن نیست، میتوانند که اکتفا بکنند فقط به ریختن آب بر روی جسد، این کفایت میکنه در همین اندازه. و یا اینکه میتوانند که به جای غسل تیمم بدهند در صورتی که امکان نداشته باشه که بدن میت رو بشورند بر اثر سوختگی یا بر اثر جراحات بسیار زیاد و له شدن جسد. در این صورت حتی میتوانند که تیمم بدهند. این از نظر شرعی کفایت میکند و شستن جسد لازم نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که نماز وتر را میتونیم با نماز تهجد بخوانیم و کلا نماز وتر چند رکعت است؟ اصل و اولاتر این است که انسان باید سعی بکند که نماز وتر را آخرین نماز خودش در شب قرار بدهد. اگر انسان عادت داره وقتی که به نماز شب قیام اللیل میشه نماز تهجد رو میخونه،
اولاتر و بهتر این است که نماز وتر رو بگذارن تا آخر شب، یعنی بعد از اینکه نماز تهجد را خواندن بعد از آن نماز وتر را بخوانند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نماز وتر را شما آخرین نماز خودتون قرار بدهید در شب. این اولاتر و بهتر هست. اما کسی که احتمال دارد بیدار نشود، این عادتش این است که برای نماز تهجد بیدار نمیشه، نماز تهجد و نماز شب نمیخواند، سعی بکند که آخرین نمازی که بعد از نماز عشا میخواند نماز وتر باشد. این اول سنت های بعد از عشا را بخواند، هر مقداری که میخواهد نماز نفل و سنت بخواند، آخر قبل از اینکه میخوابد نماز وتر را بخواند و بخوابد. اولاتر این است که نماز وتر را تأخیر بکنیم تا وقت نماز در واقع شب یا بعد از نماز تهجد. اما برای کسانی که برای نماز تهجد بیدار نمیشوند، حکمش این است که قبل از خواب یا در آخر بعد از نماز عشا و بعد از اینکه سنت ها را خوندند اون وقت نماز تهجد را بخونند. اگر بگذارند قبل از خواب بخوانند باز هم اولاتر و بهتر هست. اگر بتوانند که در آخر شب قبل از نماز فجر بخونند باز این اولاتر و بهتر هست. اما برای کسانی که نمیتوانند، وقتش بعد از نماز عشا هست، این اساسا وقت نماز وتر بعد از نماز عشا شروع می شود تا قبل از فجر. در این مدت هر وقتی که خوند این وترش از نظر شرعی قبول هست. اگر بیدار نمی شود همون اول شب بخواند، اگر می داند که آخر شب بیدار می شود اولاتر و بهترین است که تأخیرش بکند برای آخر شب. خب تعداد تهجد چند رکعت است؟ رکعات تهجد این ثابت نشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم به این گونه که یعنی یک عددی باشه که ما ملزم باشیم که حتما این رکعت و تعداد رکعات رو بخونیم تا اینکه نماز شب برای ما حساب بشه. شما هر مقداری که توانایی داشته باشید، یه فرصت داشته باشید، به عنوان نماز شب شما قبول می شود. فرض کنیم شما ربع ساعت قبل از اذان فجر بیدار شدید تا رفتید وضو گرفتید اومدید، 5 دقیقه بیشتر وقت نمونده بود. در این 5 دقیقه شما 2 رکعت نماز خوندید، برای شما نماز شب در واقع قبول میشه. یا 3 رکعت خوندید، مثلا 2 رکعت خوندید و 1 رکعت دیگر وتر اضافه کردید، این به عنوان نماز شب شما قبول هست. اما اگر فرصت بیشتری بود، هر چی بیشتر بخوانید اولاتر و بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا عادتشون بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این بوده که 8 رکعت میخوندند. منتها این 8 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار با کیفیت بودند و اون گونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماد که یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. 4 رکعت ایشون میخوندند، یعنی بعد از 4 رکعت مقدار استراحت میکردند و ازشون 2 رکعت بود. 2 رکعت میخوندند، بعدش 2 رکعت دیگر و میشد 4 رکعت. در میان 4 رکعت استراحت میکردند. میفرمایند که 4 رکعت میخوندند، منتها نپرس که نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه اندازه زیبا و چه اندازه طولانی بود. انسان اگر بتواند که نماز با کیفیتی رو بخواند و تعداد رکعاتش کمتر باشد اما کیفیت نمازش بالاتر و بهتر باشه، قرائتش طولانی تر باشد، رکوع سجودش طولانی تر باشد، اذکار بیشتری بخواند در نماز، این اولاتر و بهتر هست و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر است. اما اگر کسی توانایی رو ندارد که تا دیر در قیام بماند و یا با اون کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندند نمیتواند نماز بخواند، جایز هست میتوانند تعداد رکعات رو کمتر بیشتر بکنند و کیفیت رو کمتر بکنند. یعنی به جای 8 رکعت مثلا 10 رکعت بخونند، 12 رکعت بخونند، هر مقداری که توانایی دارند. ولو این که انسان 2 رکعت هم بخواند، این به عنوان نماز شب در واقع از ایشون پذیرفته می شود و این فضیلت رو حاصل خواهند کرد. اگر می‌خواهید که پیرو سنت باشید، دقیقاً اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندند، اون چیزی که از ایشون ثابت هست 8 رکعت ثابت هست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیان در مورد نماز صبح و وقت آن است. گفتن که تا چه زمانی میتونیم نماز صبح رو بخوانیم؟ نماز فجر وقتش از به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت از سپید دم شروع می شود. یعنی زمانی که در واقع در افق یک روشنی گسترده‌ای رو ما می‌بینیم و افق طرف مشرق روشن می‌شود و تشخیص می‌دهیم که اون تاریکی شب که کاملا سیاه و تاریک بوده از بین رفته و یک مقدار روشنی در افق ظاهر شده، یعنی روشنی که تمام کل افق را بگیرد. این آغاز وقت نماز فجر هست و آخر وقتش طلوع آفتاب هست.
این از طلوع فجر و بامداد تا طلوع آفتاب، زمانی که آفتاب بر نیامده این زمان وقت نماز فجر هست و انسان باید سعی بکند که نماز فجر رو معمولا با جماعت باید بخواند، اونگونه که تمام نمازها رو باید با جماعت بخونیم. برتری نماز جماعت بر نماز فرد 25 درجه یا 27 درجه در واقع بیشتر هست، بیشتری رو دارن، باید که با جماعت بخونن. هر وقتی که نماز جماعت رو خوندن، چه در اول وقت خوندن چه یک مقداری با روشنی خوندن، شما نماز رو با جماعت بخونید. به صورت عمومی خواندن نماز در اول وقت اولاتر و بهتر هست، بنابر روایت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند که ای الاعمال افضل، چه عملی برتر و بالاتر هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الصلاة لوقتها، نماز خوندن در سر وقتش، یعنی در اول وقتش. و در مورد نماز صبح هم روایت دیگر از رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده که اسفروا بالفجر، که نماز صبح را با روشنی بخونید. منظور این است که در تاریکی مطلق نباشه، زمانی باشه که یک مقدار هوا روشن شده. و برخی از علما به خاطر جمع بین این دو روایات که روایتی که با غلس میخوندند یا با تاریکی میخوندند، این هست که سعی بکنند در وقت تاریکی نماز رو شروع بکنند و ادامه بدن تا زمانی که هوا کاملا روشن میشود. این اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حدیث های ضعیفی که در فضائل آمده است آیا جایز هست که آنها رو روایت بکنیم بخونیم؟ برخی از علما نظرشون در مورد فضائل این است که احادیث ضعیف را که از نظر سندی ضعیف هستند می شود در باب فضائل از اونها استفاده کرد. این رأی گروهی از علما هست که روایت ولو اینکه روایت ضعیفی باشد می شود که در باب فضائل، یعنی برای اثبات یک حکم شرعی نیست، صرفا برای فضیلت فرض کنیم یک نوع ذکری اون وارد شده. برخی از علما نظرشون بر این است که شما می توانید که از روایات ضعیف در باب فضائل استفاده بکنید. اما ما میدونیم که ما حتی در باب فضائل تمام فضائل، یعنی تمام عباداتی که وجود دارند، فضائلش از نظر حدیثی ما روایات صحیح رو داریم. بهتر و اولاتر این است که از همون روایات صحیح ما باید استفاده بکنیم. جامعه ما باید به طرفی حرکت بکند که مبنای اصلیش روایات صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. و بدین خاطر هم هست که در فتوا معمولا علما در کنار استدلال از آیات قرآن کریم از روایات صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال میکنند، به خاطر این که این منهج و روش در میان عوام هم ان شاء الله کم کم راه باز بکند و عوام ما حتی مانند علما استدلال بکنند و بدانند که مستند این حکم شرعی یک روایت صحیح است که مثلا در فلان کتاب وجود دارد. به نظر من حتی در باب فضائل هم اگر شما از روایات ضعیف استفاده نکنید، این به حق و حقیقت نزدیکتر هست و اولاتر هست، با توجه به این که ما در روایات صحیح که اهل سنت و الجماعت دارند کفایت هست. این نیازی به روایات ضعیف در واقع نیست و روایات ضعیف بالاتفاق در باب عقاید و در باب احکام قابل عمل نیست. و اون دسته از علما که یک مقدار تساهل کردن گفتن فقط در باب فضائل اعمال جایز است. اما برای این که یک منهج موحدی باشه و همه مطمئن باشند که روایاتی که گفته می شود روایات صحیحی باشه و از هر گونه احتمالی و بدور باشیم، بهتر و اولاتر رأی کسانی هست که معتقد بر این هستند که حتی در باب فضائل هم نباید از روایات ضعیف استفاده بشوند، زیرا که جایگزینش در روایات صحیح وجود داره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پشت خونهشون یک زمینی هست که وقف مسجد است. آیا و به این زمین احتیاج دارن، آیا اجازه خرید و فروش این زمین را دارن یا نه؟ اگر این زمین به صورت وقف شده برای مسجد و اون کسی که این زمین رو وقف کرده صرفا این رو وقف کرده برای مسجد و برای موارد دیگر این راضی نشده، مثلا میخواسته که حتما این قطعه زمینی که وقف میکند جایی باشه که مردم در آن نماز میکنند، تغییر چنین زمینی و تغییر کاربری دادنش از نظر شرعی درست نیست، مگر اینکه خود اون کسی که زمین رو وقف کرده و یعنی مورد وقفش رو تغییر بدهد. یعنی مورد وقفش رو تغییر بدهد. اگر این وقف زمین رو وقف کرده صرفاً به خاطر اینکه مسجد ساخته بشود، در این صورت در واقع حتما باید مسجد ساخته بشود، جایز نیست که شما اینو تغییر کاربری بدید. اما اگر در وقفش گفته باشه که این زمین مال مسجد هست، بدین معنی که مسجد خودش زمین نیاز نداره، منتها میتوانند این رو بفروشند، به نفع مسجد استفاده بکنن، اون یک حکم کاملا جداگانه هست. در اون صورت این با حکم دادگاه یا با حکم علمای اون منطقه میتوانند این کار رو انجام بدن. در صورتی که
خود مسجد به این زمین نیاز نداشته باشه و صاحب این زمین وقتی که اینو وقف کرده گفته که این زمین رو میتوانید برای مسجد بفروشید، برای مسجد مصرف بکنید، در اون صورت اشکال شرعی ندارد. شما میتوانید که با مشوره علما یا با حکم دادگاه این زمین رو در واقع بخرید. اما در صورتی که اون واقف منظورش این بوده که حتما باید در زمین مسجد از این استفاده بشه و مسجد روی این ساخته بشه، در اون صورت تغییر کاربریش برای شما درست نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن مسافت بین شهری که زندگی میکنم با شهری که در آنجا کار میکنم 200 کیلومتر است. آیا من در آن شهر مسافر هستم یا مقیم؟ در مسیر راه به اتفاقشون مسافر هستند. در مسیر راه شما مسافر هستید، یعنی از شهری که زادگاه شما هست، محل سکونت شما هست، شما 200 کیلومتر راه رو میروید و در اونجا محل کار شما هست. اگر در مسیر راه که قطعا شما مسافر هستید و در حالت سفر هستید، یعنی میتوانید که نماز رو جمع و قصر بخونید و کار شما اگر به این گونه هست که شما هر روز میروید و برمیگردید دوباره، مثلا این مسافت 200 کیلومتر رو شما میروید و برمیگردید دوباره به شهر خودتون، در اون شهر هم شما در واقع مسافر هستید. صبح میروید، شب برمیگردید، هم در مسیر سفر مسافر هستید و هم در اون شهری که محل کار شما هست مسافر هستید. اما اگر در محل کار خودتان میمانید، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اگر بیشتر از 2 هفته 15 روز شما نیت اقامت رو کردید، در این صورت شما در اونجا مقیم شمرده میشوید. این نهایت حکمی است که در این زمینه وجود دارد. اگر شما در اون شهری که محل کارتون هست نیت اقامت رو کردید، حد اکثر مثلا حداقلش تا 2 هفته در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شما در اونجا مقیم شمرده میشوید و اگر نیت اقامت رو ندارید باز هم مسافر شمرده میشوید. اگر نیت اقامت رو کرده باشند مقیمند، باید نماز رو کامل بخونند. اگر که هر روز میروند و دوباره برمیگردند، در این صورت مسافر هستند و در اون شهر هم نماز رو مسافری میتوانند بخونند. درست. و سوال بعدی بیننده گفتن که اجناس داخل مغازه آیا زکات داره یا نه؟ بله، بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت مال و تجاره و اجناسی که برای فروش هستند اینها زکات دارند و زکاتشون همون زکات پول نقد هست و یعنی 2.5% هست زمانی که اجناس مغازه شما به قیمت نصاب برسد، یعنی به قیمت 85 گرم طلای 24 عیار برسد و 1 سال کامل از اون وقتی که شما این اجناس رو خریدید و ملکیتشون ثابت شده گذشته باشد 2.5% زکاتشون هست. 2.5% در اموال تجارت زکاتشون هست، مانند 2.5% که در طلا و نقره وجود داره. درست. جزاکم الله خیر. آیا حدیثی در مورد اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم ریش داشته وجود داره یا نه؟ بله، در این زمینه روایات متعددی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و امام ترمذی رحمت الله علیه یک کتاب خاصی رو دارن در مورد شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت انس رضی الله تعالی عنه هم وقتی که شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیان میکند و در مورد حتی طاره‌های سفیدی که در ریش مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند به صورت مفصل حضرت انس رضی الله تعالی عنه اینو بیان کردند و در روایت صحیح هم ثابت شده و در روایت صحیح هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند به این که انسان باید ریش داشته باشه و امر کردند که به روایات مختلفی هست وفر لها اومده، ورخل لها اومده، یعنی ریشتون رو یعنی دراز بگذارید یا یعنی دستکاری نکنید. اینا در روایت متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که اینکه شخصی رو حکم بکنیم این که فلانی شهید است این از نظر شرعی درسته یا نه، و اینکه مثلا داخل حکومت ها میگن سربازان کشته میشن شهید هستن و این حکم ها داده میشه، این درسته یا نه؟ اصل شهیدی که در اسلام وجود داره اون از شهید معرکه هست، یعنی شهید اصلی اون سربازی هست که در جنگ بین اسلام و کفر در واقع به شهادت رسیده باشه و خود این بحث شهادت یک حکم شرعی برای آخرت هست.
یک حکم شرعی هست برای آخرت و کسی این حکم رو نمیداند مگر الله متعال. و از نظر شرعی هم تا زمانی که برای ما محرز نشده باشه که فلانی شهید هست و شهادتش قبول هست، ما نمیتوانیم که حکم شهید رو بر کسی اطلاق بکنیم. اما کسی که شهادتش ثابت هست به نص مانند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، ما میتونیم بگیم که اینها شهید هستند و در آخرت جزء شهدا در واقع شمرده میشوند. اما کسانی دیگر که از طریق وحی برای ما ممکن نیست که ما حکم بکنیم که اینها جزء شهدای در آخرت هستند، ما نمیتونیم چنین حکمی رو بر کسی اطلاق بکنیم. اما به عنوان تفاعل و فاعل خیر احیانا میشود که گفت که فلانی ما امیدوار هستیم که فلانی شهید بشود یا جایگاه شهادت را در واقع داشته باشه، مانند مواردی که از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. کسی که در دریا غرق بشود، کسی که بر اثر بیماری بطن یا همون اسهال در واقع از دنیا برود، کسی که بر اثر زلزله و زیر آوار از بین برود، کسی که در حریق از بین برود یا زنی که در حالت وضع حمل از دنیا می رود، تمام اینها مقام شهادت رو دارند، گرچه در دنیا حکم شهید بر اونها اطلاق نمی شود. حکم شهید بر اونها اطلاق نمی شود، یعنی غسل داده می شوند، کفن می شوند و بقیه احکام عادی رو حتما دارند. اما ما شاید بگیم که شهید هست یا امیدوار هستیم که شهید باشد، این از نظر شرعی اشکال نداره که دعا بکنیم که انشاءالله الله متعال یعنی ثواب شهدا رو به اونها بدهد. اما به صورت قطع و یقین بگیم فلانی شهید هست به این معنی که در آخرت بهشتی هست و جایگاه بلندی رو داره، ما نمیتوانیم که چنین حکم قطعی رو برای کسی صادر بکنیم. و امام طحاوی رحمت الله علیه و بقیه علمای اهل سنت این مطلب رو بیان کردند که ما به آخرت کسی حکم نمی کنیم، یعنی ما از نظر شرعی چون که غیب نمیدانیم نمیتوانیم که یک انسانی رو حکم بکنیم که فلانی جهنمی هست یا فلانی بهشتی هست. یک انسانی ولی اینکه هر چند گناهکار باشه ما نمیتونیم بگیم فلانی تو جهنم هست، یا هر اندازه که انسانی نیکوکار باشد ما از نظر شرعی اجازه نداریم که حکم بکنیم فلانی در بهشت هست. این یک حکمی هست که برمیگرده به الله متعال و علم غیب مخصوص الله متعال هست و پس بنابراین جایز نیست که ما این اصطلاح را یعنی به عنوان یک افتخار یا یک فضیلت برای افراد و یک حکم اخروی براشون استفاده بکنیم که فلانی شهید است. دعا بکنیم و بگیم امیدوار هستیم که شهید باشه، اشکال نداره. دعا میکنیم که انشاءالله شهید باشن، درجه شهادت رو برسن، بهشون برسه، این اشکال نداره. اما این که یک حکم قطعی و 100% بکنیم فلانی شهید هست، چون این چیزی از نظر شرعی درست نیست. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که اسم پسرشان سبحان است. آیا این اسم جایز است یا باید آن رو تغییر داد؟ بله، اسم سبحان اشکال شرعی نداره، اسمی هست که جایز هست و جز اسماء الله متعال نیست. جزء اسماء الله در واقع شمرده نمیشه. شاید برخی از مردم به این خاطر که شاید این نام الله متعال باشه این رو از این امتناع داشته باشند که نباید این اسم رو بر فرزندانشون بگذارند. نه، جایز هست و این جزء اسماء حسنا نیست. سبحان یعنی به معنی پاکی اومده و از نظر شرعی اشکالی نداره. شما می توانید که این رو بر فرزندتون بگذارید و ممانعت شرعی در این زمینه وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. نماز قضایی خواندنش آیا واجب است یا نه؟ نماز قضایی رو که انسان فراموش کرده باشه، بله لازم هست که هر وقتی که انسان یادش اومد باید این نماز رو بخواند. اگر شما نمازی رو فراموش کردید دیروز، پریروز، یک ماه گذشته یا یک سال گذشته، تازه یادتون اومد که فلان روز مشغول کاری شده بودید و نمازی رو از شما فوت شده بود، حکم شرعی این است که شما اون نماز رو دوباره باید بخوانید. هر وقتی که بیادتون اومد اون نماز رو بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من نام عن صلاه او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر وقتی که یک انسانی از نمازی رو فراموش کرد یا خواب افتاد نمازی رو نخوند، به محض اینکه یادش اومد اون نماز را بخواند. این حکم نمازی هست که از انسان قضا می شود، فراموش می کند یا خواب می افتاد، به هر دلیلی نمی تواند سر وقت اون رو بخواند. هر وقتی که یادش اومد این نماز رو باید دوباره بخواند. اما نمازهایی که قبلا در زمان جوانی انسان کلا تارک الصلات بوده، معتقد به نماز نبوده یا اینکه عامل بر نماز نبوده، به صورت کلی نماز نمی خونده و قصدن
و عمدن تارک الصلاة بوده، اون همون توبه که بکند اون کفایت میکند. همین که توبه بکند، بر گذشته خودشون پشیمان بشود و از امروز به بعد پایبند نماز باشد، انشالله همین مقدار کفایت میکند و لازم نیست که تمام نمازهای عمرش رو دوباره قضایی بیاورد. و چون این انسانی که قبلا در واقع نماز نخونده باشه یا تارک الصلاة باشه، چه بسا که توانایی قضا آوردن تمام نمازها رو نداشته باشه، یا چه بسا وقتی که توبه کرده شاید عمرش کفاف نکنه برای تمام خوندن نمازهایی که از اون عمدن قصد شده. ترک نماز به صورت عمدی یک گناهی هست مانند گناهان دیگر و همین که شما توبه بکنید انشالله کفایت میکنه و لازم نیست که تمام نمازهای گذشته رو قضا بیاورید. اما نمازی رو که فراموش کردید، از یادتون رفته، خواب افتادید، هر وقتی که بیادتون اومد انشالله اون نماز رو بخونید. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که دوستی دارن که خیلی زیاد میاد خونشون، همیشه مزاحم هست و اگر بهشون بگن که کار دارن یا مریض هستن ناراحت میشه دوستشان، برای همین مجبور شدن که یک دروغی بگن و بهشون دروغ گفتن تا اینکه نیاد خونشون. سوالش این است، گفتن آیا به خاطر این دروغی که گفتن و این کار انجام دادن آیا مرتکب گناهی شدن یا نه؟ در چنین موارد یعنی انسان باید میتواند که توریه بکند، به جای اینکه مثلا یک حرفی رو بزنه که 100% اشتباهی یا خلاف واقع هست، توریه بکند، یعنی به یک گونه‌ای طرف رو رد بکنه که حتی دروغی برای خودش شمرده نمیشه. انسان باید سعی بکنه تا حدی که ممکن هست حتی در شوخی‌هایش انسان نباید که به صورت دروغ حرفی رو بزنه، اون چیزی که راست است اون رو در واقع بیان بکنه. و اگر در واقع یک راست گفتن به معنی در واقع وقوع اختلاف میشه، به عنوان منجر به وقوع یک درگیری میشه، دو طایفه رو به هم میزنه، در این زمینه انسان یعنی لازم نیست که راست بگوید. اگر یک دروغ مصلحت آمیز رو به قول معروف اگر گفت به خاطر اصلاح دو طرف، این از نظر شرعی اشکال نداره. به طور مثال یک فردی شما شنیدید که غیبت کرده و از فرد دیگر، الان اون طرف اومده اصرار داره که یلا شما باید بهش بگویید که در موردش چی گفته. اگر شما راست بگویید خب دو طرف یا دو قبیله و دو طایفه با هم دیگر درگیر میشوند و اختلاف درست میشود. شما به جای اینکه بگید که از بعد گفته از تو و بدگویی کرده، فلان عیب تو رو برای من ذکر کرده، میتونید بگید که ذکر خیر شما را کرده، تعریف کرده از شما، این از نظر شرعی دروغ شمرده نمیشود، بدین معنی که شما گناهکار نمیشوید. اما این دوستی رو که همیشه یعنی مزاحم یک روز نیست، برای یک روز و دو روز نیست، شما باید در موردش صراحت داشته باشید، از طریق خودش یا از طریق خانواده خودتون یا از طریق خانواده اون در واقع متوجه اون بکنید که این رفت و آمد هر روزه با وقتی که خیلی زیاد باشه، این در واقع منجر به یک مزاحمت هست و این نشانه دوستی نیست. و از طریق خانواده خودتون یا از طریق خانواده خودش به یک صورتی متوجه بکنید. ولی اینکه نیاز باشه خودتون هم صراحت بگویید که من هر روز نمیتونم که شما رو ببینم یا کار دارم، و قطعا هر کسی در خونه خودش کار داره و خود همین که انسان میخواد که با خودش خلوت بکنه در واقع یک کاری هست. شما بگید من یک کاری دارم الان نمیتونم با تو ملاقات بکنم، از نظر شرعی انشالله این اشکالی رو نداره و دروغ محسوب نخواهد شد. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن گفتن که دوستی داشتن که با هم در ارتباط داشتن، خواهر پرسیدن گفتن که شوهرشان از این ارتباط راضی نبوده و بهشون گفتن اگر با این زن ارتباط داشته باشی طلاق هستی. الان گفتن شوهرشان حرف خودشان پشیمان است و گفتن که ارتباط بگیر اشکال نداره. آیا اگر این زن با اون زن قبلی ارتباط داشته باشه طلاق واقع میشه؟ این موارد جز مواردی هست که قسم به طلاق هست. قسم به طلاق یا اینکه قسم به نام الله متعال که در واقع اصل هست، به این خاطر هست که انسان میخواد یک کاری رو انجام بدهد یا از یک کاری باز بیاد، میخواد کاری رو انجام ندهد، نام الله متعال رو میگیرد، قسم میخورد به این منظور که من بعد از این کار رو انجام نمیدهم یا حتما فلان کار رو انجام خواهم داد. این در واقع قسم هست. و کسانی که طلاق میخورند، یعنی به تعبیر عامیانه زن طلاق میخورند به خاطر این که فلان کار رو انجام بدهند یا انجام ندهند، یا به خاطر این که زن را مجبور بکنند یک کاری رو انجام بدهد یا انجام ندهد، تهدید میکنند اگر فلان کار را کردید خانه همسایه رفتید طلاق هستی، اگر فلان کار را نکردید طلاق هستی. این خود در واقع صورت مسئلهش یعنی این که این مرد با این گفتار خودش میخواد که زن را مجبور بکنه به انجام یک کاری یا بازداشتن از کاری و این همون صورت قسم هست، یعنی قسم به طلاق شمرده میشود و صورتش طلاق معلق نیست.
یعنی حکم این مسئله طلاق معلق نیست، بلکه مسئله قسم به طلاق است، سوگند خوردن به طلاق هست. خب در این صورت اگر شوهری به زن خودش گفته بود اگر با فلانی ارتباط برقرار کردی، با فلانی صحبت کردی، خونه فلانی رفتی، تو طلاق هستی. الان بالفرض که رفته باشد، حکمش چی هست؟ آیا طلاق می شود یا طلاق نمی شود؟ چون که هدف شوهر در این صورت طلاق نبوده، هدف شوهر طلاق نبوده، صرفاً هدفش منع همسرش بوده از این که فلان کار را انجام بدهد یا این که انجام ندهد. در این صورت طلاقی واقع نمی شود. اما فرض کنیم که شوهر می‌خواسته زنش را طلاق بدهد، شوهر می‌خواسته زنش را طلاق بدهد، میگوید که میداند که به طور مثال فلانی همیشه به خونهشون رفت آمد میکنه، این رو میداند که فلانی همیشه خونهشون رفت آمد میکنه، میگه روزی که فلانی به خونه تو آمد تو طلاق هستی، یا اگر فلانی به منزل تو آمد تو طلاق هستی. میداند که میآید و دلش میخواد طلاق بدهد، اما این طلاق رو معلق کرده به یک امری، در این صورت طلاق واقع میشود. اما در صورتی که نیتش صرفا این است که زن را از یک کاری باز دارد یا این یک زن را مجبور بکند یک کاری رو انجام بدهد یا انجام ندهد، این قسم به طلاق است، این طلاق معلق شمرده نمیشد. بالفرض هم این کار صورت بگیرد، در این زمینه طلاق واقع نمیشود. اما وقتی که این امر صورت نگرفته، شوهر شما گفته که اگر با فلانی ارتباط برقرار کردی تو طلاق هستی و تا حالا ارتباط برقرار نکردی، اون فرد اومده همسایه شما شده، الان شما میخواید که خونه همسایه خودتون برید و شوهرم پشیمان هست، الان حکمش چی هست؟ حکمش این است که یک کفاره قسم بدهند، قسمش از بین میرود. مانند این کسی قسم بخورد قسمش را بشکند، حکمش این است که کفاره قسم بدهد. الان شوهرتون کفاره قسم بدهند و بعد از آن شما می توانید که رفت آمد بکنید، هیچ اشکالی در این زمینه وجود ندارد. به 10 نفر مسکین غذا بدهند یا لباس بدهند یا این که 3 روز روزه بگیرند و این قسمشون در واقع شکسته می شوند و بعد از این شما رفت آمد بکنید، طلاقی واقع نمیشه. گرچه نظر من این است که ولو این که در واقع هم قبل از حانث شدن و قبل از کفاره دادن هم اگر بروند، باز هم طلاقی واقع نمی شود، در صورتی که هدف تهدید زن باشه یا مجبور کردنش به انجام کاری یا بازداشتن از کاری باشه. اما در صورتی که هدفش طلاق باشد و طلاق را معلق کرده باشد، اون یک حکم دیگری دارد. درست. جزاکم الله خیر. هرگاه مادر بگوید که در صورتی که زن دوم بگیری عاق و نفرینت میکنم، در این صورت گرفتن از زن دوم آیا مشکلی دارد یا خیر؟ زمانی که بحث زن دوم هست و مادر هم ناراضی هست به اندازه‌ای که میخواد که فرزندش را عاق بکند یا نفرین بکند، در صورتی که این شوهر یعنی نیازی به زن دوم ندارد یا میتواند با زن اولش زندگی خودش رو ادامه بدهد، اولاتر و بهتر این است که مادر خودش رو راضی نگه دارد. اولاتر و بهتر این هست که برود از این که زن دومی رو یعنی انتخاب بکند. به نظر من در این زمینه رضایت مادر اولاتر از ازدواج مجدد است. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیانه گفتن که لذت بردن از زن در هنگام مریضی زن در حد انزال منی آیا جایز است یا نه؟ بله، در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و جایز هست برای زن و شوهر در هنگام عادت ماهیانه که از بدن همدیگر کامجویی بکنند و به هر گونه ممکن خودشون ارضا بکنند. این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. فقط آن چیزی که در هنگام عادت ماهیانه ممنوع هست این است که دخول ممنوع هست، یعنی همبستری ممنوع هست، اما بقیه کارهای دیگر و ناز و عشوه و ارضا کردن یک دیگر با بدن هم، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز است. درست. جزاکم الله خیر. خودکشی چه حکمی دارد؟ خودکشی یکی از گناهان کبیره هست. انسان این که مرتکب قتل بشود، این قتل یک انسان دیگری بشود که بخواد یک فرد دیگری را به قتل برساند یا اینکه خودش را به قتل برساند، هر دوتا یک گناه بسیار بزرگی هستند و در این زمینه روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده که ایشون فرمودند که هر کسی که در دنیا خودش را با چه ابزاری بکشد، در روز قیامت عذابش هم این هست که با همان ابزار خودش را عذاب خواهد دید. یا اگر کسی از بالای کوه خودش رو پرت بکند، در روز قیامت همین عذاب بهش داده می شود. اگر با کاردی یا ابزار تیزی خودش رو از بین ببرد، در روز قیامت با همین ابزار خودش رو شکنجه خواهد کرد. در روایت متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت ابو هریره و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. پس بنابراین حکم خودکشی این است که گناه کبیره هست مانند گناهان دیگری که انجام شده. خب در مورد خودکشی یا بسیاری دیگر از گناهان دیگر
دیگر ما میبینیم که تهدیدی وارد شده از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر کسی که چنین کاری رو بکنه در روز قیامت فلان عذاب رو میبیند، یا حتی در مواردی که اومده که برای همیشه در آتش جهنم خواهد ماند. منتها این گناه قتل، یعنی این که انسان خودکشی کرده باشه یا حتی مثلا کسی دیگری رو کشته باشه، این تمام گناهانی که کمتر از حد یعنی گناه شرک باشند، یعنی شرک مرتکب نشده باشند، بعد از شرک تمامی گناهانی رو که انسان انجام داده اینها در دایره رحمت و مغفرت الله متعال هستند. فرض کنیم یک فردی خودکشی کرده، الان ما نمیدونیم چرا خودکشی کرده باشه، در چه اندازه رسیده باشه که خودکشی کرده. الان این فرد درست است که گناه خودکشی رو مرتکب شده، اما اگر گناه خودکشیش رو در مقابل نیکی‌هایش قرار بدهیم شاید این گناه خودکشی ناچیز باشه، به اندازه انسان نیک و صالحی بوده، به اندازه نماز دارد و عبادت‌هایی را انجام داده که این گناه در مقابل اونها در واقع شاید به چشم نیاد، و یا شاید به خاطر شفاعت شفاعتگران، به خاطر نماز جنازه‌ای که بر اون خوانده می‌شود الله متعال شاید چنین فردی را معاف بکند. بله، وعید وارد شده، تهدید وارد شده از جانب الله و رسول، منتها باز هم یعنی از نظر شرعی با توجه به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم امکان دارد که الله متعال از این وعید و تهدیدی که انجام معرفی کرده شاید صرف نظر بکنند، به خاطر دعای یک انسان نیکوکاری، به خاطر شفاعتی یا به خاطر نیکی هایی که خود اون فرد در واقع دارد، الله متعال از گناه اون ببخشد و در آخرت اون را معاف بکند. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. 2 ساعت وقت به برنامه دادین و کلا با این حال و مریضی وقت شما رو گرفتیم. تشکر میکنیم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك